شنوندگان کانال یوتیوب امپراتوری ایران نوین، امیدوارم که این برنامه امروز رو شما لذت ببرین. سعی میکنم که برنامه امروز رو به قول معروف مختصر و مفید بکنم و هدف این برنامه ما اینه که به صور کلی من اعتقاد دارم که برای رسیدن به اهداف خودمون که ساختن یک ایران موفق و من بهش میگم امپراتوری نوین ایران هستش و هدف من اینه و یا میتونم بگم ویژن من به فارسی، یعنی فکر میکنم که اون آرزوی من اینه که یه ایرانی داشته باشیم که همون ایران هخامنشی ولی هخامنشی امروز باشه. حالا هخامنشی امروز بیایم ببینیم با هم دیگه آیا چیه. مثلا اگه که کوروش کبیر، کوروش خودمون اینجا بود امروز و میخواست یه ایران جدیدی رو برای ما پیاده بکنه، چی رو برای ما به ارمغان می آورد؟ چی رو برای ما درست میکرد؟ چه ایرانی رو برای ما به هدیه می آورد؟ یعنی شما فرض بکنید که کوروش کبیری که اولین پایه‌گذار حقوق بشر بود، اون ایرانی که کوروش درست کرد، چرا مردم دروازه های شهرشون رو باز میکردن بدون اینکه در واقع مبارزه‌ای بکنن که لشکر کوروش وارد بشه و شاه اون سرزمین بشه؟ به خاطر اینکه به این اعتقاد داشتن که کوروش یک رهبر واقعی بود و یک رهبر خوب بود و به اونها چنان حکومت میکرد که نه تنها اونها رو از بین نمی برد مثل دیگر رهبرانی که می اومدن و یک کشور رو و یا یک شهر رو و یک قلعه رو در واقع تسخیر میکردن و یکایک افرادشون رو از تیغ میگذروندن یا زنانشون رو بهشون تجاوز میکردن و یا به بردگی میبردن دختراشون و فلان. این کار رو اصلا انجام نمیداد، بلکه حتی اجازه میداد که اینا به مذهب خودشون و به طرقی که دوست داشتن در واقع به آیین خودشون زندگی بکنن و احترام میذاشت به اینا. خب و فقط به طور کلی یک نظام و یک قانون و یک سیستمی که اون سیستم امپراتوری ایران بود و سیستم هخامنشی بود رو پیاده میکرد که در واقع یک سیستم دفاع و یک سیستم قانون و یک سیستم بسیار مفیدی بود برای این کشورها و شهرها و جاهایی که این در واقع تصاحب میکرد به امپراتوری ایران اضافه میشد. و خب این برای اونها در واقع یک خوبیتی داشت برای اون جاهایی که تصاحب میشدن و اضافه میشدن به امپراتوری ایران و دلیلی نداشت که اینا مبارزه بکنن. در واقع چیز خوبی بود که براشون اتفاق میافتاد، چرا که کوروش واقعا یک رهبر خوب بود. خب یه رهبر خوب خوبیتی که داره در واقع اینه که اون قدرتی که داره، اون قدرت نظامی که داره، این قدرت نظامی رو استفاده نمیکنه برای نابودی اون زیر دستی های خودش یا اون افراد خودش یا اون کسانی که در واقع داره بهشون رهبری میکنه، بلکه اون نیروی نظامی خودش رو برای دفاع از اونها استفاده میکنه. من به این عقیده هستم که ما میتونیم که به طبیعت رجوع بکنیم و میبینیم که اگه به طبیعت رجوع بکنیم، حالا ممکنه به خدا حتی اعتقاد نداشته باشیم و من دارم، ولی خب میتونیم اعتقاد نداشته باشیم و یا اگر که داریم به هر آیینی که اعتقاد داریم و ما از اون طریق به خدا اعتقاد داریم، میتونیم که ببینید خدا مثلا شیر رو آفریده و اگر که ما به خانواده شیرها نگاه بکنیم میبینیم که یک شیر بسیار بزرگ با یال و کوپال خودش
به این خانواده شیرها حکومت میکنه و این شیر بزرگ در واقع مدافع این خانواده شیرهاست. خانواده شیرها رو بهش میگن پراید به انگلیسی و به این شیر میگن لاین پراید لیدر، یعنی لیدر یعنی رهبر لاین پرایده. و در واقع این کاری که میکنه، با اینکه میتونه تمامی این شیرها رو هر یکیشون رو از بین ببره و قدرت بدنیش این چنان هست که میتونه اینها رو از بین ببره و یا بهشون حاکم بشه و زور بگه به قول معروف، به جایی که این کارو بکنه داره از بدن خودش استفاده میکنه برای دفاع از یکایک اینها و همینطور از این تریتوری و اون جایی که در واقع اینها درش زندگی میکنن که مانند کشورشون هست، امپراتوریشون هست، مثل ایران ما، درسته؟ و در واقع مدافع لند و سرزمین این هاست و حتی حاضر برای اینها که مبارزه میکنه حتی کشته بشه، یعنی جون خودش رو به خطر میندازه، سینه خودش رو سپر میکنه و به جنگ میره. اگه که حتی یه مثلا ببری یا یه حیوان درنده‌ای بخواد بیاد حمله بکنه و یا مثلا یکی از بچه ها یا یکی از شیرهای کوچیکتر رو بخواد مثلا به خطر بندازه، اینه که میاد میفته وسط و خودش رو به خطر میندازه برای دفاع از هر کدوم از اون شیرهای دیگه توی خانواده، درسته؟ یعنی خودش رو حاضر فدا بکنه برای اونها. خب این به این من میگم لاین پراید لیدرشپ فلسفی، یعنی این فلسفه لیدرشپ این شیر نشانگر اینه که این در واقع در سرویس این پراید، این خانواده خودش حاضر خودش رو فدایی بکنه، با اینکه قدرت این رو داره که میتونه به اونا در واقع تحمیل بکنه، ولی بالعکس دفاع میکنه، زور نمیگه، قدرت خودش رو برای سرویس و در خدمت به اینها استفاده میکنه. پس نشانگر اینه که در طبیعت خداوند در وجود این شیر این رو گذاشته که یک شیر که قدرتمنده باید این قدرت خودش رو در خدمت از یکایک این افراد این سرزمین استفاده بکنه. و این به ما انسان ها این رو نشون میده که یک انسان درست همینطور باید به عنوان یک رهبر این گونه عمل بکنه که قدرت فکرش، قدرت بدنش، عملش برای کمک به اجتماع خودش، کمک به سرزمین خودش، کمک به یکایک افراد اون سرزمین باشه و برای پیشبرد اون جامعه خودش و اهداف سرزمین خودش باشه. همونطور که کوروش کبیر این کار رو کرد و با این کار خودش باعث شد که امپراتوری به اسم امپراتوری ایران ساخته بشه و ما هر یکیمون یک رهبر هستیم. ما هر یکیمون تصمیم بگیریم که یک رهبر باشیم. حالا اگه که ما در پوزیشن حتی ارتش هستیم، هر یکیمون تو هر قسمتی از این ارتش هستیم میتونیم یک رهبر باشیم. اگر که سپاهی هستیم، اگر که بسیجی هستیم، اگر که توی هر قشری از حتی بازار کار میکنیم، صنعت کار میکنیم، هر جا که کار میکنیم میتونیم مسئولیت تقبل بکنیم که در قبال این سرزمین خودمون، امپایر خودمون، این امپراتوری ایران نوین، مسئولیت تقبل بکنیم که مثل یک شیر، مثل یک رهبر، مثل یک کوروش کبیر ما مسئولیت داریم به یکایک افراد این سرزمین که خدمت بکنیم، نه خودمون رو تحمیل بکنیم، نه بخوایم بدوزیم، کلاهبرداری بکنیم، سودجویی بکنیم، زور بگیم و از این کارها بکنیم که بخوایم صدمه بزنیم، بلکه بخوایم بالعکس
بخوایم از خودمون مایه بذاریم. این شیر ژیان میره شکار میکنه و خودش رو به خطر میندازه که دیگر شیرها بیان و از اون استفاده بکنن، از اون گوشت، با اینکه ممکنه خودش در طی این شکار کشته بشه. یعنی جون خودش رو به خطر میندازه برای حفظ بقای اون شیرهای دیگه توی اون پراید، توی اون خانواده. خب اگه میخواست بدوزه بالعکس میشد که نه، صبر کنه دیگران برن شکار کنن، بعد بیاد همه رو با قلدری برداره بره، همه رو خودش بخوره. خب اونها دیگه از گشنگی میمردن، نه؟ یعنی این در وجود این شیر خداوند متعال اینو گذاشته دیگه، نه؟ که در واقع این نیاد با قلدری اونای غذای دیگر رو بخوره و اینا همه از گشنگی بمیرن. خب اگه ما بخوایم این کار در کشور خودمون انجام بدیم، با کلاهبرداری و دزدی و زورگویی فلان اینا بخوایم به کشور خودمون، به مردم کشور خودمون به قول معروف تجاوز بکنیم، چی میشه؟ آیا امپراتور نوینی خواهیم داشت یا یک کشور سرنگونی خواهیم داشت؟ خب خودمون میتونیم جواب بدیم. امیدوارم که از این لحظه به بعد هر یکیمون تصمیم بگیریم که یک کورش کبیر و یا یک رهبری که ما بهش احترام میذاریم به عنوان سمبل خودمون انتخاب بکنیم و مثل اون یا اون چیزی که خودمون اعتقاد داریم اونطور نمایندگی داشته باشیم که بخوایم توی این امپراتوری نوین ایران به یکایک افرادش و به سرزمینش خدمت بکنیم و ایران جدیدی بسازیم با این آرزو و با این امید که ما میتونیم و باید و خواهیم توانست که امپراتوری جدید نوین ایران آینده ما که خیلی هم طول نخواهد کشید، ما اگه دست به دست هم بدیم شاید در 5 سال آینده دوباره میتونیم ایران خودمون رو نه تنها برگردونیم به اون ابهت همیشگیش، چون ما افراد نخبه‌ای داریم. ایرانیا واقعا نخبه‌اند، مخصوصا این نسل جدیدمون، نسل جدید و تمام افرادی که ما هستیم. ما نباید خودمون رو دست کم بگیریم، ما خودمون یه تکون بدیم، از همه جلوییم. فقط باید دست به دست هم بدیم با عشق و با یک هدف